هنوزم سرمقال شدی، عصبانی شدی، اما من هنوزم صدایمو بلند نمیکنم. چرا؟ چرا جمال؟ چون که من صبر پدرانه دارم. از او خاطر صبر پدرانه. حالا تو چی میکنی؟ ایره میگیری قریه خدا، خواهر و برادرته، کسایی که تو را دوست دارنه. من اینجا تنها میمونی و میری. من صبر پدرو دارم اما این قدرش پدرتون نمیتونه تحمل کنه. جمال، من همو جمال خدا پس میخوایم، جمال صدایکمه. صبر پدرانه من نمیتونه ایره تحمل کنه. جمال من، بچه شیر زبان من، خانواده خدا و مرا ترک کرده و از اینجا میره. من همون جمال سابق خودم میخوایم. حالا اگه تو جمال هستی اینجا باش، اما اگه تو جمال نیستی نبودنت از بودنت بهتر است. دیگه برای چی بگویم؟ شعرم تو آمدی؟ بله آمدم. باز چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ جمال رفت خواهر. آیا خب پس میایه، اما این بار دیگه بر نمیگرده. چرا؟ به خاطر که این بار بسیار جدی بود خواهر. هر قدر که میتونستم زحمت کشیدم اما نتونستم. یعنی بازم غرور برنده شد. ای چی منو خواهر؟ غرور جانم، عشق و غرور مثل دو رقیب هستن که با همدیگر رقابت میکنن، اما بیشتر وقتا غرور برنده میشه. چرا اینجا را ترک رفت؟ به خاطر که جمال غرورش شکست داد. تو درباره عشق بسیار میفهمی. تجربه است. سر مام زیادی گپ آمده بود جانم. میخوایی گپ بزنی؟ نمیخوایم.
چطور هستی؟ لطفاً بیشین. زیاد خوب نیستم نهال. گلخانه است؟ گل در بالاست اتاقش. گپ نمیزنه، میخواه که تنها باشه. خیریت است؟ تو چرا بارخط هستی؟ بازم همراه جمال بحث کردم. آی بازم یعنی ای بار بحث گفتن نمیشه نهال. بیشتر گپایی را که ماها در دل خود نگاه کرده بودم رفتم و رو به روی برش گفتم. ای که کار درست کردم یعنی نمیفهمم، اما ای کار کردم. به نظر من کار خوبی کردی. تو فکر میکنی؟ به نظر من خوب کردی، به خاطر که جمال کمی پیشتر قریه را ترک. چی؟ اوف، فکر میکنم چیزایی که برش گفتی زیاد سرش تاثیر کرده. آی دوستا، ای بار جمال واقعا از اینجا رفت. نمیفهمم که دکتر دندان برش چی گفت که خیستا از اینجا حرکت کرد و رفت. اما کوکوسنوم از پشتش رفت. ببینیم چی میشه. بیا در چیزی را که من نفهمیدم می است که شما دو نفر چطور مانع رفتن جمال شدن نتانستین؟ بچیم چی میکردم؟ خود زیر تیر موترش بنداختم. بیا در. اگر ضرور میشد کارم باید میکردین. راستش با موجودیت شما او از اینجا رفته. بیا در. شما اردو میخواین مرا دیوانه بسازین؟ شما جمال رو نمیشناسین؟ اگر زیر تیر موترشم خودم انداختیم باز ما رو نمیدید و میرفت. والا دوستا، ما گپ و گل رساندیم. کوکوسنوم از پشتش رفت. اگر اونا نتونن مانع شون هیچ کس نمیتونه مانع جمال شون. ما نمیشه. گل خونه میفهمم، اما کوکوسنو حتما مانعش میشه. تو جدی هستی حکمت؟ ها، من خموت اگه میکنم نیازی. راست میگه. ما تو فکر میکنم. یعنی فرض کو اگه گل موفق نشه اما کوکوسنو میتونه. چرا که پدر است. یک پدر آب جاری را متوقف میسازه. راستش دوستا، من از جمال بسیار ناراحت شدم والا. هیچ پیشش روی نداشتم والا. گوش کو بچه، او بچه بسیار درد داره. تحملش برش بسیار سخت است. در گرفته، تباه شده. او کی در وضعیت است که طرف ما ببینن. منصور راست میگه. ما به عنوان دوستای جمال برش گفتیم که به هر تصمیمش احترام داریم دوستا. کوکوسنو اومد. کوکوسنو؟ جمال کجاست؟ نمیفهمم نیازی. نتونستی رو پس بیاری کوکوسنو؟ نتونستم. اگه کسی دیگه می بود بسیار راحت پس بیمد، اما نیک جمال است. والا من چی بگویم، چندان حس خوب ندارم. حکمت خدا چه باش. حال تو رام گفته بودم حستان. تو خود گفتی و پس میاید. قرار صدیق بچه این قسم نگو. من هنوزم صحیح حس میکنم، اما این جمال است دیگه. نمیفهمم که چی میکنه. من به گل زنگ میزنم. جمال؟ از جمال کدام خبر است؟ تو از ما پرسان میکنی، ما میخوایم امیر از تو پرسان کنم. موبایل خدا خاموش کرده. بله میفهمم. کوکوسنوم از پشتش رفته بود اما نتونه سورقانی بسازه. ما هم گفتیم احوال بگیریم که تو چیز خبر داری یا نه. نه نیازی نه، کاش که خبر میداشتم. درست از گل. تو هم ناراحت نباش، همه چیز طبق تقدیر پیش میره. راست میگی، زنده باشی. متاسفانه گلم ازش خبر نداره. منصور. بله کوکوسنو. تو وقتی جمال بسکری میرفت یک آهنگ برش میخواند، یادت است؟ ای دل بدیاره. یادم است. ای دل بدیار غربت دل نبند. همون را یک بار دگان بخوان بچیم. درست است کوکوسنو، میخوانم اما نشه که باز گریه کنی. منصور گریه میکنم، از همون خاطر برات گفتم بخوان. درست است کوکوسنو.
Gönül gurbet ele varma, gönül gurbet ele varma. Ya gelinir ya gelinmez, her güzele meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez, geley geley gel. Her güzele meyil verme, her güzele meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez, gel nazlım gel, gel sazlım gel. Gel güllüm gel, gel tellim gel, geley geley. Hasbahçanın gül ağacı, hasbahçanın aracı. Kimi tatlı, kimi acı, benim derdimin ilacı. Ya bulunur, ya bulunmaz, geley geley. Benim derdimin ilacı, benim derdimin ilacı. Ya bulunur ya bulunmaz, gel nazlım gel, gel sazlım gel. Gel güllüm gel, gel tellim gel, geley geley. شما دو نفر میخواین دی سوار شوین؟ ایره خوش دارین؟ بیاین سیلش کنین یک دفعه. بالاشو اونجا بشین. ایره تو کشکو. آفرین بشین. برو. تو چی میکنی؟ کدامش خوشت آمده؟ میتونی یکی از اینا رو بگیری؟ ایره اما احتیاط که سوار شو. ایره باید محکم بگیری، فهمیدی؟ این قسم بالاشو، درست است؟ بگی بالاشو بچیم. آفرین، احتیاط کنی که نفتی. تولگا اینجا بیا. بیا جان پدر بیا. سونا تو هم بیا. بیا میفهمی اینا چی هستن بچیم؟ این شمشیر است. بله شمشیر است. بگی این روش طرف پایین بگی. تو میتونی دی سوار شوی؟ بله. بگی آیستا بلندش کن. بالایش کن آفرین. به احتیاط سوار شوی بچیم. حسنو بیادر جایش سبز، شیر تو جنگل ترکده رفت. کدامتون برش گفتین؟ نمیتونین یک پددانتون نگاه کنین؟
به قهوه خانه آمدم، دیدم که کلگی خفه هستند. لب و رویشان کشال است. پرسانشان کردم که چی گپ شده. گفتن جمال خریه را ترک کرده. چرا خارستی؟ نمیخواستی کسی خبر شوه؟ کاکاستون او که آمد ما خفه بودیم برش گفتیم بیازو بالاخره خبر میشد. تو هر روز میگفتی شعریم اما شعر تو قریه را ترک کرده رفت. خدایا تو برم صبر بده. مرا بیبی کسی که جنگل ترک کنه او شعر می باشه. کجا رفته بگو بریم؟ با سرکس کنه رفته ها؟ یوسف اون نرفته ما تو بی غیرت دا اونجا روان میکنم. قلب ما در گرفته اما تو دا پیش رویم اومدی و سرمرش خندی میکنی. برات خوب نیست. مرا چه قسم روان میکنی او کل؟ یا اینجا خبرت نشد. نمیخواستم چیزی بگویم اما مواظب گپایت باش. کلان آدم ها چرا جنگ میکنین؟ بعد از به خدا ببین خوزمانی چی میگه. تو با صبر داشته باشین. خیر است کاکا یوسف تو هم بیا باید با هم دیگه گپ بزنیم. بیا که بریم توبه کاکاستون بیا بشین. سلامات بگو دیگه. بیا بشی بیا. برو. توبه ساعت چند است؟ چند بجه شده باشه؟ خدای ساعت بیبی چند ساعت است که خواب هستم؟ خوشو چند دقیقه دیگه هم خوشو بچیم. خوشو بنیامین خوشو. وی ما خو میبینم بچیم یا باز خواه میبینم. صبر به خدا که میبینم. 1 2 3 هر سه شا دیدم. والله بلا که دیدم. موبایلم میبینم. به خدا که دیدم. نورتن در پایین بند مانده. بند لیاف جان بسیار پشت دق شده بودم. نورتن شکر خدایا تو که میبینم خوش میشم. شکر در قاره خدا شدی. اینا کجاستن؟ نورتن بیازو میبینم چشمایم جور شد. نورتن اینا کجا رفتن؟ ما چطور میبینم؟ با خدا کل جای دیدم میتونم. ای جانم نفسم بچم پدرت قربانت شوه. بسیار ترسیدم که شاید دیگه نبینمت. جگرگوشه من تو بکدم تو را چطور در زیر آفتاب ماندن آتش پرچه من. آخ لبم سوخت به خدا. خیر است تو جور باشی. بیادر توی نورتنه ببین. توبه ما چشمای خدا باز کردیم جور و تیار شدیم اما او از این یه رفته و این دقیقه ما نشده. خوب است نورتن خودت میفهمی. ما هم کم همراهیت مذاق خواد کردم ببینیم چی میشه. گپ بین ما باشه بچیم. من هنوز کور هستم. اوی خدا تو را نزنه. اوه افتر از کدام طرف برآمدم؟ من کیرم میبینم. خوش آمدی کان بچه. خوش باشی سلطان مادر. خوش باشی. ماشالله. چطور مقبول در پالوی یکی دیگه شیشتنا قسم میکنین ها؟ چی کنیم مادر کلام؟ با هم قسم میکنیم. خوب است قسم کنین. مام چیزایی به گفتن برای دارم داماد. باش اول کمی قدم بزنیم درد دل کنیم ها؟ چی نظر داری؟ حالا بیا از پشتم. حالا بیا دیگه تال نتی. بیا دیگه. نهال مرا داماد صدا میکنه. بلیاز خدا یک کار کن. با قریه دارم نامزاد خود میگه. تو پشتش نگرد. او چند روز بعد فراموش میکنه. چیزی یادش نمیمونه. بیا دیگه داماد. بیا دیگه زود باش. درست است سلطان مادر میایم. درست است. فکر نمیکردم اینقدر وقت بیرون بیایی. یک دانیم. فکر کردم که شاید چند روز از اتاق بیرون نشی. زندگی ادامه می داشته باشه خواهر. اوه آفرین بالاخره. بسیار روزدار کردم. مگم با وجودی همه چیز وقت رفت. برش چیزی به گفتن ندارم. گپای پدرش هم نادیده گرفته. وقتی قدر غرور دارم هم غرور دارم.
اما من غرور خود زیر پا کردم. او به خاطر یک بارم این کار نکرد. اوه، بعد از عشق و غرور نه که حال فصل دوری و نفرت به وجود آمده. نه خواهر، نفرت نه، اما خفگی. من از او خفه شدم. مطمئن باش اگر کسی به من قدر حضور میکرد که نرو، من نمیرفتم. نمیفهمم که چرا کان دفتن به ذهنم آمد. قبلا هم آمده بود اما چیزی نگفتم. خواهر، حق با توست. در مقابل کانام اشتباه کردم. فکر میکنم کدام تصمیم میگیری؟ نه، یعنی تصمیم جدی نمیگیرم، اما یک واقعیت است که من جمال بسیار دوست دارم. با کان فکر نکنم دوباره مثل سابق شد، اما یک چیز میفهمم، او هم ای است که میتونم به تنهایی خوشحال باشم. به این شکل. آیه چقدر خوب، واقعا بسیار خوش شدم خواهر. بسیار بد است. به خدا بسیار بد است. ما اهالی یک قریه هستیم. یعنی او به خاطر بچه‌ش قدر غمگین است، تو نمیبینی؟ خب او که به خاطر بچهش ناراحت شده، بان بفهمه که من چقدر ناراحت شده بودم. درست است، اما ده تو حالت شد تو میتونی قدر سرش گپ بزنی. به خدا که بسیار بد است. این کارتان اصلا به شما نمیزیبه. خوبه. توبه، این جمال نبود؟ راست بگی اما است. خدا تقصد بخواد گرفتارش کنه. پس آمدی جان پدر؟ بله آمدم پدر. آمدم. مرا ببین، باز نشه که بگویی که میبخشین بیکم یا کلیدای میادم رفته بوده پس بدی. نه پدر نه، اگه تو میبود تو را در آغوش نمیگرفتم. جمال قربان جدرم خوش آمدی. جمال پس آمده. جمال بچیم آفرین بچیم آفرین. نیازی بس است بچیم رسل کن. در رفتنت خو خیر، در برگشتنت چرا مرگیری میتی؟ مرا پیر میسازی احمد. کسنو دستر بچهت نزن، اگه نه باز اصابش خراب میشه و پس میره. نه نمیرم نیازی. بزن پدر، تو بزن، شاید تو وقت فکرم بسرم بیایم. چقدر خوب بچه هستی نخونم. بچه منصور بنواز، بچه یکون خواندن مست بنواز، باید کل ما رقص کنیم. Eskin merceğiyle sunam eylen, ben istemem ortağı yandım sunam. پدر او بازیچه که در بیرون پیش طفلا است از من نیست؟ نه خدا جانه، تو وقت رفتی پیش خودم گفتم دیگه پس نمیایی. ما هم از جیگرخونی نمیفهمیدم چی کنم. اونا را به طفلا دادم، خیر از چیز نیست، پس ازشان میگیرم. نه پدر پس نگیرش، گفته بودی که به نواسط نگاهشان میکنی. بله گفته بودم میگیرم چیز نیست، اونا را پس میگیرم. خیر نه پدر، حالا که دوریش دیگه نمیشه از پیش طفلا پس. صبر من اونا را ازشان پس میگیرم. چی شد؟ دودو یادم اومد، دودو یادم رفته بود. مادرم چی شده پدر؟ دیگه چی شده بچه؟ او در خونه ماتم گرفته، میرم برش خبر میدم. تو اینجا پیش رفیقای باش، درست است؟ من رفتم. بابا چک کنه. Ben istemem ortağı yandım sunam oy. Ortak bana ne yapar ey
eylem sunam eylem. Dış kapının direği yandım sunam oy. Dış kapının direği. خیرات شبم کته ای رقصت به خدا. توبه اینا چی میکنن اینجا؟ Sürçetmeler kaynasın. Yarimi seven oğlan gençliğime doymasın. Kaldır kolun oynasın. Sür cezveler kaynasın. Yarimi seven oğlan gençliğime doymasın. مادر کلانم آمد. آی به خدا بسیار مانده شدیم. پایای ما درد گرفته اما بسیار پیاده روی کردیم. مادر کلان خدا زیاد خسته نساز. حق با تو از دختر مقبولم اما دیگه چاره نداریم. هنوز نامزادی مانده، عروسی مانده، بسیار کارا مانده. بازو وقت مانده خواد شدیم همه تو نیست. حالا داماد تو به دخترها بگو همراهی تو درباره چی گپ زدیم. حالا بگو دیگه من میرم دراز میکشم درد پایایم خوب شوه. با اتاقم میرم دخترم. احتیاط. پایایم میده شده. میده. چی شده؟ گل چطور هستی؟ خوب هستم. تو چطور هستی؟ راستش من چندان خوب نیست. چی شده؟ درباره چی گپ زده؟ میگه نامزدی کنه. چی؟ نامزدی چی؟ ولی از خدا یکیتون برام بگوین که من بفهمم چی گپ است. شیرینه مادر و خواهر کامران اینجا آمده بودن و مادر کلانم درباره تو کان گفتن. چی؟ مادر کلانم دیوانه شد. گفت کسی که نواسه مرا گریه داده بود همون دکتر دندان بود. او را بیار که بکشمش. وقتی او تو گفت من به خاطر که از کان دفاع کرده باشم یک دروغ کوچک گفت. نهال زیادم کوچک نبود لطفا. چی گفتی؟ برش گفتم و با هم نامزد بودیم. نه دیگه خواهر. خب این قسم قناعت کرد. گفتم اون نامزاد گل نیست، اونا اشتباه فهمیدن و اتو برات گفتن. بعد از او گفتم کان بسیار وقت نامزاد ما بود. آی خواهر یک چیز میگم نشه که موضوع مثل نیازی پدر کلان شود. بسیار میترسم وقت همه تو شده. به نظر من همیاله که سر وقت است حقیقت به سلطان مادر بگوینی به خوبی کل ماست. نه به نظر من توی کار نکنین به خاطر که اگه این بار ببینه که شما دروغ گفتین تو از این قریه بیرون میکنه. اگه تو میخوای من این قریه بانو من هر مشکل قبول دارم. یعنی تحمل میکنم اما این حالت چقدر دوام خواهد کرد؟ آخر این کارا به کجا خود رسید؟ نه میفهمم یک راه و چاره پیدا خود کردیم. حالا نباید خود خسته بسازیم. راستی نهال درباره جمال برای چیزی گفت؟ اگه درباره بیرون شدنش از قریه بگویی بله اما لطفاً درباره او چیزی نگویی. به نظر من نباید چیزی بگویی. این کار بهترین کار بوده که انجام داده. من به جمالم گفتم تو بسیار روزای بعد سپری کردی گل به خاطری که فکرت آرام شب به وقت ضرورت داری. حال تنها باشو درباره هیچ چیز فکر نکن. درست است؟ درست است. گوش کن زیاد تال نتی. درست است؟ تا او وقت ما در کلان ما چال میتیم. راست میگی نهالو. مادر کلان ما بسیار زن عجیب است. به آدم جنجال جور میکنه. توبه کردم. دودو گریه کده خدا کور سختی جان خواهر. جمال از تو دور بوده نمیتونه پس میایه. او بچه همی قری از جانه دیگه نمیایم. او را میشناسم. میایه تو راحت باش جان خواهر. خاله دودو کامران صبح گفتی اینجا میایه. او کجاست چیز میفهمی؟ به خدا دختره ما به کامرانم گفتم جمال بسیار خسته شده از این خاطر از اینجا میره. گفتم تو هم دیگه از امید تقت کن. او هم از اینجا برآمد. وای این به این مناست که باز قلب دخترم شکست. او بدون جمال نمیتونه زندگی کنه. هر کس درباره خودش فکر میکنه حالا چی کنه؟ دودو عشقای دفاع کجانم برات یک خبر خوش دارم. اینا از کجا شده نه؟ از داخل خسته برآمدیم کاکا حسنو. دوسور شورتو میآوردی. این چه قسم گپ زدن از همراه کلانترا؟ وقتی که شما ما را میبینین قسم میشین فقط که شیطانو دیده باشین. اما شما منتظر هستین که خوشی یک نفر از پیشش بگیرین. حالا بخزین خانه‌تون برین. نمیخوایم اینجا اعصاب ما خراب کنین. برین دیگه. اما این کار بعد از حسنو ما اینجا به خاطر تسلی آمدیم چون جمال رفته.
اسما شما به خاطر تسلی اینجا آمدید، اما یه اولادای بی غیرت اینجا چی میکنن؟ ما به خاطر تسلی پیش هلال آمدیم. بیبی ها امام پیش جلال. جا تو خیش قبل نزن، همراه شما 2 نفر حسابم خلاص نشده، مستقیم طرف خانیتون برین. هلا جانم به خدای کارت عیبه. چرا عیب باشه؟ جمال پس آمده، چیزی به تسلی نمانده. برین اول تسلی رام گفته بودیم شما را. توبه پس آمد. بله شما برین خانیتون. هلا دیگه بخیزین. به تسلی آمدن. برو دختر. خواهر جان گفت دلت نگی. فقط خاطر دودو نباشه قدم ده این خانه نمیمونه. فقط که کاکاس نور نمیشناسی، کارش هم رای گواز خودشان گو شده. بریم. دو بچه شما یه اولادای بی غیرت اینجا خواسته؟ پدر اینا را مادرم خواست، من خبر ندارم. در صورت شکر که کمی خوش هستم. فعلا دو باره فکر نمیکنم. فعلا چی مانا پدر؟ یعنی بعدن فکر خود کردی؟ فعلا چی مانا پدر؟ بعدن فکر میکنی؟ نمیفهمم. میبینم که بعدن چی فکر خود کردم. مرسل که چشمایتان روشن. لالایتان اشتباهی خود درک کرد و پس آمد. شما باید اشتباهیتان قبول کنین، مثل سابق یک خانواده پر از شفقت و محبت و یک جای باشیم. بیاین. چشمایتان روشن. بیا چشمایتان روشن. خوب شد که پس آمد. خدا را شکر که پس آمد. بس از دو بس از دیگه گریه نکن دو جان. بس از آرام باش بس از کرم کردی. ای کاکا حسنا ما را آرام نمیمانه کمال. او حتی نمیخواه روی ما را ببینه به خدا. والا نمیفهمم اما کار ما روز به روز بدتر میشه. ایره میفهمم. این چه قدم بد اخلاق است. یادم مونده بود که ما را از خانه خود بکشه میکارم کرد. توبه تو درباره او فکر نکن. کامران در کجا خواد باشه. وقت دودو و گپاره برش گفته باشه خدا میفهمه او در چی وضعیت رسیده باشه. دختر مادر او کامران است. اگه خفه شوه کم میره در فوق قدم میزنه و پس میه همین. خیلی تو بازم برش زنگ بزن. حالا دخترم پسان کو که در کجا میگه خواهر زنگ بزن. درست. احساس کنید لطفاً. صبر احساس شوید. آی احساس نکرد. اوف خاموش اسد منان تن نمیده. توبه بیاین زود شاین تا نزین. خواهر راه مولا می طرف است؟ بله. شما به مولا میرین؟ بله. آی ما به مولا میرم اما درست است. بیا تو را میرسانیم. راست میگی دختر؟ بله درست است. خدا یارت بیادر. سلام علیکم دوستا. و علیکم سلام. صدیق بچه یک چای خوبت ده. بخیالم که دیدیش. بسیار تشکر. زنده باشی. بیا کاکا عثمان بیا بیشی. شما چطور هستین؟ اما تو ششتم دیگه. به خدا کار شما مشکل است. بله. خب چطور کنیم؟ یک راه حل برش پیدا میکنیم. میخوای بریم بازار به غذا خوردن؟ راست میگی باید یک راه پیدا کنیم. کوشش میکنیم کام. چرا؟ حالا برو به کارت برس. نمیبینی پیام نوشته میکنم؟ اونجا یک رفیقم است. درباره یک موضوع هم را گپ میزنم. کی است؟ تو اونجا برو، او تو را پیدا میکنه. من میرم کم قدم میزنم. میخوای من بیایم؟ تو کجا میری بچه؟ من همراهت کمی کار دارم. چند دقیقه دگان بشی.
ما بیا زودتر نامی رفتم. خب فعلا خدافظ. برو دخترم، پناهید به خدا. خب داماد، با هم گپ زدیم؟ بله گپ زدم سلطان مادر، گپ زدم، اما این نواسه تو بسیار بهانه میکنه تا که میتونه خواستای بلند میکنه. راست میگی؟ بله چیزای خاصه که پرسان نکنه. مثلا چی بچه؟ مثلا میگه که نامزدی باید در کنار بحر باشه. بله. تو کنار بحر دوست داری دختره؟ درست است. خب درست است، اما میگه که من در فصل گرما باید نامزد شوم، در فصل سرما نمیتونم. اما تو نمیشه دخترم، میبینی که هوا سرد شده. چی کنم مادر کلانده، خیالاتم همین چیز است. بله خواهر، تو خیالات دگام داری. مثلا بچه باید در فراشوت خدا بندازه و پیشنهاد عروسی بسر نکاد کشتی تعطل بیری شوم تو نیست؟ بله. تو هنوزم همه تو فکر میکنی؟ منصرف شو دخترم، همیال منصرف شو، باز تو را کسی نمیگیره، در خانه میمونی. دختر تو کجا میری؟ بخچه دام گرفتینه که همراه کس فرار میکنی؟ نه، همراه کس فرار نمیکنم، از این قریه فرار میکنم. چرا فرار میکنی؟ میکنم دیگه. وقتی که جمال مرا ترک کرده و گل دوست داره، مام دیگه اینجا بوده نمیتونم، قریه را ترک کردم. باید تیل بندازیم و تو باید ما رو کمک کنی دختر جان. ها میکنم. چقدر پیسه کار داره؟ 20 لیره بهت کفایت میکنه. نه خیر، با 4 لیره من تا مولا میرم. خوب، اما در موتر شخصی میری، اگه در تاکسی بیری باید یک عالم پیسه بدی. خوب است. باقی مانده شو بده. درست است جانم. من زیاد گوش نشدم. یک بسکیت میگیرم میایم. درست است بگی. آی توبه، اینا که فرار کردن دخترا. بخچه مرا چرا میبرم؟ بخچه من خوب پس بدیم برم. آی رفتن. ما حال چی خود کدام؟ بر نمیگردم، از گفم خوب بر نمیگردم، با خانم بر نمیگردم. کوکو دیدن؟ هم پیسه ما بردن و هم بخچه ما بردن. حالا من چی کنم کوکو؟ تو کجا میری؟ با مولا میرم. آیی مرام تا اونجا میبری؟ درست است، بالاشو میبرم. خوب است. نورتن؟ تو بیدار شدی؟ نه هنوز بیدار نشدم، در بالا خواب هستم. تو باید چشمایت علاج کنی جانم. تو چرا قسم گپ میزنی ها؟ چی گفتم میری؟ چه قسم گپ زدیم؟ توبه دی کوری مرا تک و تنها در خانه ماندین و رفتیم. طرف ما بیبی، تو چرا تو دریشی و نکتایی پوشیدی؟ مادر نه که تو دیده میتونی. دختر چطور ببینم؟ فقط همه قدیده میتونم که مویایت زنگ زده خلاص. درست است داماد، قسم نگو. من ازت یک چیز میپرسم، کامران دیدی؟ توبه مادر، به می قواری ما میمانه که کامران دیده باشم لطفا دیگه. درست است، صدایشون نشنیدی؟ نه نشنیدم. خیرت خواه از باز چی شده؟ باز کامران کدام جایی رفته؟ کجا رفته میتونه؟ حتما یک جای شیشته و ماتم گرفته. به هر صورت نورتن کمی چی آماده کو، ما بعد رقم گوش نشدیم. من تو آماده کو جانم. حالا دیگه در خانه آرد نمانده، قیماقم نیست.
نورتن دخترم بلیاز خدا چی میکنی؟ چرا تو دست و پایت شور داده میری؟ مادر جان نورتن نمیخواد که من تو آماده کنه، به می خاطر خود قطع و پیش میته که من من میگم خدا یارت یاز نه. چشمایت نمیبینم ما. حس ششمت همه چیزو حس میکنه. آفرینت به خدا. چی میگی احمق؟ بی عقل و ولگرد. خواهر لطفا به خاطر تو میگه که من تو آماده کنی که خودشون بخوره. شغال بی عقل. بیبی ستاره کوچک 1 2 3 درست حساب کردم نه؟ شما من تو آماده کنین. کمالا مرا ببره و چک البته. به خدا در خانه از خستگی کم از بمرم. درست خوب است. کمال یاز نیته به قدم زدن ببر. متوجه تان باش. یاز نه مرم کلی موتره. درست است. صبر که کجا ماندیم؟ اینه بگی. بته اینجاستی. بیا از دستم بگی. بیا حالا اینجا میز است. میز است؟ ها بیا آیسته کمال آیسته. بیا یاز آیسته. بیا هیچ دیده نمیتونم. اینجا زینه است. چند تاست؟ 2 تا. نورتن بلیازو خدا گوشتش از زیاد پرتین. گوشتش که کم باشه من خوردن نمیتونم. هیچ خوشم نمیاد. چرا جیغ میزنی؟ صحیح فکر کردم تو کار شدی. بیا یاسنا بیا صحیح بریم. متوجه باش کمال که من هیچ چیزا نمیبینم. بیا میبخشین؟ منتظر ما بودین؟ فکر میکنم شما دوست جمال هستین. قسمه که میفهمیدم از دیدن ما قدر خوش نشدی گل. چی میگین؟ من شما رو نمیشناسم که خوش شوم. گل بیبی ما دوباره برگشتیم به خاطر شروع کردن همه چیز از صفر. پس معرفی شویم. نام من گل است. گل تو چی میکنی ها؟ من دستیار میپالم. در طویله یک دستیار داشتم کارش رها کرده. شما میخواین کار کنین؟ میفهمی که جوابم نه است. درست است. پس به یادتون باشه اگه کسی بود که کار کنه برام خبر بدین. روز بخیر. جمال ای چی میگه؟ نه پدر چیزا نمیگه. دیوار چینواره برام یک دیوار ساخته. رسما برام یک دیوار جور کرده. خب بچه دیوار چپکو طرف تیر شو حالا. اما پدر ای چطور خواد شد؟ هنوزم استانس مرا سیل میکنه. برو دیگه بچه برو زود باش که میره. برو میرم. بدو بگیرین چای آماده است. زنده باشی صدیق. آها جمال قریادار کلی رو همین جا مانده بودم. بته کلی چی بچم؟ کجا میری؟ حالا زود شو عجله دارم کار دارم. جای میرم. مرا سلکو بازم کدام جای خونه میری؟ نه بچم جای نمیرم. بته دیگه تو بده. راست بگو. ایره بیبی حالا دیگه کلی رو بته. تو کجا میری جمال؟ شنیده بودم که جمال رفته. رفته بود اما پس برگشت. سرم سخال چرا دادیش؟ ای کجا رفت؟ من براتون چای میارم. یکی به من بیار. گل دموتر بالا شو. معذرت میخوایم. دموتر کسی که نوام راش معرفی شدیم بالا نمیشه. چی شتیات میگی گل؟ حالا گفتم دموتر بالا شو. گفتم بالا نمیشم. گل بیبی اگه از موتر پایین شدم ده بوجی مندازم ده پشت سر مندازم. حالا دموتر بالا شو. کمربندتان بسته کن. کجا میریم؟ وقتی رفتیم میفهمی. آیسته برو جمال. عینکم کجاست بچم؟ عینکم باش برات میدم. آیسته بگی توبه. خسر برای امرای سوده چی کردی؟ کدام گپ نو است؟ با خدا میفهمی یاز نه. پدرم خواستگاری کرد. سلطان مادرم قبول کرد. اما هنوزم کدام گپی نشده. اگه من باشم تو تبا میشی کمال. یعنی میموری بچم. به نام کمال کسی زندگی نخواد کرد. توبه. هر دقیقه باید مرا دعا کنی. به هر صورت من به خانم نال زنگ میزنم. با شما دو تا یک آمادگی میگیرم که هم دیگه را ببینین بچم. تشویش نکن. خدا یارت. خیر ببینی. نمیفهمم چه قسم جبران کنم یاز نه. بیا اگه من باشم هیچ کار از دست تو پوره نیست. بچم. نمبرش از اینجا پیدا کن.
نمبر خانم نهاله برام پیدا کن. نهال در بخش نون است. نه لوده در کاف از کاف نامش با کاف ثبت گفتی که؟ دیوانه به خاطر که کسی شمارش نگیره و پیدا نتونه با اونم ثبت کردیم. بیاقل بعد از که شمارش کسی پیش ما ببینه بچه. بگی زنگ تیر میکن. بچه بله. چطور هستی بنیامین؟ به خدا هیچ خوب نیستم جانم. به خدا وقت شنیدم جگر خون شدم. معذرت میخوایم، هیچ نشد که با پرسیدنت بیاییم. تو ناراحت نباش، درست است؟ مهم نیست، اگه تو آماده نتونستی ما میاییم. اینجا میاییم؟ بله جانم، ما و کمال به خاطر که در خانه شش بودیم خسته شدیم، گفتیم کم قدم بزنیم. چشمایم نمیبینه، اگه بسیار دلم میخواد که شما را ببینم جانم. آیا خوب میشه به خدا، این قسم مام تو را میبینم. پس خوب است، تو و سودم آماده شوین و بیرون براین. ما و کمال هم دراستیم، به خاطر که بسیار خسته شدیم میخوایم با هم یک جای چکر بزنیم. درست است؟ درست است، من به سودام میگم. با امید دیدار شیرینه. ای کی بود؟ بنیامین. چند دقیقه بعد همراه کمال به گرفتن ما میاین. من خوش میشم. بیازو، اگه خوش نمیشدی حیران میشدم. طرف ما بیبی نورتا، یک بار دگم به کامران زنگ بزن، بسیار دلم نارام است. دستم خمیر دارم مادر جان، تو تشویش نکن، هر جایی که باشه شب خودش میآید. کلان دختر است، مادر خودش میآید. به خدای راحتی شما مرا میکشه ها. اما هر دویتان وقتی که مادر شوین باز میبینین. همیشه مقصد یک چیز گفته بری مادر. همیشه همی گپش است، مادر که شدین درکم میکنی. تو چرا به خود میگیری دختر؟ به حقیقت مرا میگه، وقتی که مادر شدی میفهمی. چوب شوین. حالا زود پر کنین، کم دستایتان هم شور بتن به جایی که دانتان شور میکنین. بیادبا. زود باشین مادر، زود پر کن. آی خواهر بسیار هیجانی است. چرا؟ بعد از جدی شدن موضوع اولین دیدار ما و کمال است. مرا بیبی به چکر میریم، اما تو دیگه چیز فکر نکنی، فهمیدی؟ عروسی چیزا را فراموش کو. تو هنوز بسیار خورده‌ای. عروسی چی؟ چکر بزن، این طرف و طرف برو، از زندگی لذت ببر. بیبی آمدن. آیسته بچه موبایل نیست برک است. سلام چطور هستین؟ این طرف هستین. چی؟ فکر کردم دروازه را چیز شده. خانم نهال سودام اینجا. سلام شیرمایی. سلام. تو براستی که نمیبینی ها؟ نه به قرآن نمیبینم، هیچ چیز نمیبینم. با هر صورت حالا دیگه حرکت میکنیم. بچم تو را میگم تو سوده در پیش روی بشینیم، ما و خانم نهال در پشت سر میشینیم، کل اتفاقات با جزئیات برات میگم. با وجودی که کورامستی مهربان هستی، زنده باشی. زنده باشی. من نقطه آتش برچه ما بلد است. کمال من تبسته کن. درست است. خوب هستم، تو چطور هستی؟ مام خوب هستم. بسیار مقبول شدی. حالا دیگه بچه تکان بخور، خانم ها را منتظر میمونی. حالا پلیس حرکت کو بیاده. تو را میگم حرکت کو. مامور صاحب پلیس بفرمایید. آیه پیسای ما دزدی کردن. کی؟ با خدا نمیفهمم، دو تا خانم با مولا می آمد. ما با مولا می آمدم، گفتن بیا تو را میرسانیم. ما بالا شدم، بخچه من بود، در بخچه پیسایم بود، دنی میرا پایان شدم تا خوردنی بگیرم. اونا من همونجا رها کردن و رفتن. درست است، نمبر پلیت موتر گرفتی؟ نه. مدل موتر چی بود؟ آی من چی بفهمم که مدل موتر چی بود؟ کجا رفت؟ آی سفید بود، سفید. تمام موترها رنگش سفید است، اگه اونا رو ببینین شناخته میتونین. خانم ما با هیچ کاری کردن نمیتونین. آی نه با خدا به یادم نمونده، اما بوی یکیش زرد بود، از دیگهش یک چیز مثل سیاه بود دیگه. هیچ معلومات نداری، پس در این شرایط ما هیچ کاری کردن نمیتونین. نمیتونین؟ نه خیر. خوبه. خب بازم اظهاراتتان میگیرم، بفرمایید.
خب مشنوم جمال گپ بزن. خب درسته. آیسته 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 بچم. رسیدیم؟ رسیدیم. بیا بچم صبر کن. بیا تو پیش سوده برو. امرای ما چی کار داری؟ اعلان کن. چی کنم؟ تو کور است یاز نه. تو را خودت نمونده نمیتونم. بیا دیگه. نه حال امرای ما از کمال. تو چرا قدر گپ میزنی؟ چرا سخال هستی؟ بیا حالا که مصنون بریم. بیا دیگه. بیا بیا. دروازه را بسته کو. دروازه را اله. نهال کجاستن؟ اینجا هستم شیرینم. آیسته گپ بزن. سلو بچم مرا نداون آیسته. توبه آی الله خدا جزای تفت کمالو. خوب هستی بنیامین؟ نه نیستم. این بار چندم از بچم. تو میخوای چی کنی ها؟ یاز نگفتم دقت میکنم. توبه آدم همه قسم دقت میکنه. جانه. یعنی همه قسم مسئولیت یک آدم کور با آدمی گیری. کمان به خدا اگه حسابم خراب شد دانو بینی تا یک جای میده میکنم بچه. درست است. آرام باش. تو عصبانی نشو. من چکرت میتم جانه. درست است. الا بیا دست ما بگی. نه به نظرم تو از دست ما بگی. نه حالا قسم میشه. این برخلاف است که یک مرد دست یک خانم بگیره. خانم باید از دست مرد بگیره. درست است. دست به دست چکر بزنیم. بریم. الا بریم دیگه. تو هم دستت درست کن کمال. چرا؟ ما حال نامزاد هستیم. ما از دست تو میگیرم. درسته؟ راست میگی. کم شرمم میاد. مویایت روز قبل چقدر مقبول شده بود. چرا متناسبی؟ راست میگی؟ بله. این قسمی خوشم نمیاد اما تو جورش کن. درست است. هر قسمی که تو میخوای جیگر. حالا چی فکر میکنی جمال؟ گل حالا فکر میکنم که من چرا قدر فکر میکنم. تو چرا برگشتی؟ تو چرا تغییر کردی؟ یک انسان که صبح بگویه نرو شام میپرسه که چرا برگشتی؟ اول ما پرسیدم جمال. بر علاوه فراموش نکن که ما نو با هم معرفی شدیم. درست است؟ گل اگه بازم میخوای مثل بازار گپای عجیب بزنی بهتر از گپ نزنیم. من او قسم بازیاره یاد ندارم. حالا جوابت دیگه است. اول تو جوابت جمال. چرا برگشتی؟ درست است. برگشتم چون نخواستم که جمال از دست بتی. او جمال مقبول و مهربان دهاتی را که میشناسی نه؟ به خاطر که او را از دست نتی. فهمیدی؟ اگه آدم کسی را دوست داشته باشه به خاطر او حداقل کم تغییر میکنه. من چرا خود خسته میسازم؟ در مقابل یک کسی است که گپ نمیشنوه. من کوشش میکنم که درکم کنه به هر صورت. خب درست است. اوپا یک دقیقه قسم رفتن نمیتونی. تو هم باید با ما جواب بدی. بگو چرا تغییر کردی؟ میفهمی که چرا جمال؟ اولین صبح که در این قریه آمدم وقتی که از گلکین دیدم یک بویی کاملا متفاوت بود. در یک آسمان آبی و صاف دیدم. او بوی آبی بودن آسمانم فقط در تو دیدم. من به این خاطر تو را دوست دارم و این خاطر عاشقت هستم. گفتم خوب است که در این قریه بانم. اما تو چی کردی؟ من را رها کرده و رفتی. او وقت گفتم کاش که نمی آمدم. کاش که در گپای دیرم اضافه میکردی. گل گپایت گفته شد تکمیل شد. بیازو چیزی شروع نشده بود که تمام شود. جمال من اضافه نکردم. تو مجبورم ساختی. هیچ که نبود گفتم میتونستی که یک جای بریم. نمیتونستم. اگه گفتم نمیتونستی زنم رفته نمیتونستی جمال. چرا نداشتم گل چرا نداشتم. تو چرا درک نمیکنی؟ تو نمیفهمی که بیچارگی چی است؟ فقط تو میفهمی بیچارگی چی است؟ اگه میخوایی تا صبح اینجا میشینم و درباره بیچارگی برات گفتم میرم. بله انسانی که درک نتونه تا صبح میشینه درباره بیچارگی گپ زده میره. اما وقتی کو بیچارگی سرش آمد بدون خاموش بودن دیگه هیچ چاره نداره. تو واقعا دیوانه هستی جمال. تو دیوانه هستم گل دیوانه هستم. پس تو هم زنجیرم باش. زنجیرم و بعدن و زنجیرم قطع میکنی. اما تو نیست محال حتی نمیفهمم که چقدر برای ارزش دارم. آی گل برای ارزش داری حتی بیشتر از همه چیز برای ارزش داری. من در زندگیم بر اولین بار در اینجا با یک دختر گفتم دوستت دارم. تو مرا دو خوش گرفتی. اینا کلش دروغ بود گل. 100 دفعه برای تیره گفتم هنوزم میپرسی؟ گل اینجا بیا. گل گفتم اینجا بیا.
کجا میری؟ موتر اینجاست. من خودم میرم. آف چتیات نگو گل. چتیات نمیگم. گل یک جای آمدیم یک جای میریم. چی میکنی؟ پس با تعقیبم بیا. خوب است. درست است. خودت میفهمی. خودت میفهمی. گل حالا دموتر بالا شو چو؟ ما دمی لباس میرم. رفتن نمیتونی گل. دمی لباس کجا میری؟ میرم. حالا برو که ببینم. جای خالی نیست خانم محترم. چطور یعنی تمام چوکی خالیست؟ او آقای محترم تمام تکتا را خریده. امروز چقدر تکت خریدیم والا. چی شد گل؟ میرفتی؟ رفتن نتونستی؟ چرا؟ گل چای بخوریم ها؟ گل چای خوردیم اما به نظرم باید قهوه میخوردیم. چرا؟ میگن نه یک قهوه نوشیدن 40 سال فراموش نمیشه. به او خاطر گفتم. راست میگی جمال. ما به اندازه یکی دیگه ما را فراموش کردیم که به خاطر فراموش نکردن به قهوه نوشیدن نیاز داریم. راست میگی. گل باید همراه چه قسم رفتار کنم ها؟ مثلا از درک کردن من شروع کردم میتونی. درست است. درست است. کوشش میکنم درکت کنم. اما تو هم در مقابل قدر سرد نباش لطفاً. فهمیدی؟ وعده کردن نمیتونم جمال. این رفتارم نشان خواد داد. این گفتی رفتارم؟ زنده باشین ما نمیگیریم. اما این گل به شما بسیار میزه خانم. اما ما دوست دختر و دوست پسر نیستیم. با خدا معذرت میخوایم اما بسیار به یک دیگه تان میزبین. امکان داره اما گفتم که ما دوست نیستیم. از اینکه شما را ناراحت ساختم بسیار معذرت میخوایم. درست است درست است. بفرمایید بیادر جان. زنده باشی بیادر مقبولیم. خواهر این از دست نته. درست است بسیار زیاد تشکر. طول گل اگر ما محبت هم نیستیم پس چی هستیم؟ مثلا دوست بودم میتونیم. دوست گفتی؟ تو واقعا باور داری که ما دوست بودم میتونیم گل؟ بله چرا نمیتونیم؟ بعد دو آدمی که میخوای از سفر شروع کنه این منطقی ترین چیز است. بعدم تصمیم میگیریم که محبت یکی دیگه هستیم یعنی هنوزم زد کده میری که گپ خدا بخبولونی. آی ایره تو میپرسی جمال به نظرم هیچ گفتگو نکنه. درست است درست است. چرا او گل گرفتی؟ دلم خواست که گل بخرم. با کی میتی؟ تشویش نکن. من میفهمم که با کی با تمش. درست است جمال. حالا چای تا بخور سرد شد. با قرآنی بیرون برآمدن برای ما بسیار فایده داشت. بسیار وقت گذشت. خوب شد بیا خواهر. گل؟ جمال؟
تو خو از قریه رفته بودی؟ جمالم اینجاست. من این طرف هستم. بنیامین تو کجا را سیل داری؟ ایره بیبی کل دنیا خبر شد که ما کور شدیم. اما کور شدی؟ ببینم. این گل است. بوی احساس میتونم اما چشمایم کور است بچه. ولی از خدا شما چی میکنین خواهر؟ بنیامین با قدم زدن آوردیم. خوب است شفا باشه. شما چکر بزنین. حالا بنیامین. کمال چطور هستی؟ خوب هستم بیادر. بله میبینم کمال. حالا چکر بزنین. ما دیگه پس به خانه میریم. چطور بنیامین؟ بله دیگه بهتر است که بریم. روزتان خوش. چه خوش بگذره. هر جایی که بری یک مزاحم پیدا میشه. تو به خدایا. سودا خواهر